лаб. حالا من در نزد مغازه. تو و آن عجینه در کجایی؟ من در جای کار. حالا که تو در آن جایی میوه گرفته زود خانه را. فهمیدی؟ وقتی در خانه هستید طوری با همسرتان رفتار کنید که بین بودن و نبودنتان در خانه فرقیت احساس شود. بیشتر صحبت کنید، بخندید و با هم باشید. این که تنها جسمتان در خانه باشد کافی نیست. وقتی که من سرگذشت خود را به یاد می آورم، با یک مرد ثروتمند زندگی می کردم. او به من بسیار تحفه ها می کرد. ولی مهمتر از همه آن که او مرا صدقاً دوست می داشت. دوست داشتن هایی که ناگفتنی است. وقتی که من کلان شدم، او به من گفت: دخترم، وقت شوهر کنیت رسیده است. شب زنی به همسرش میگوید که برای شانه بخرد. چون مرد فقیر بود در جواب گفت: پول ندارم. اگر پول می داشتم دسته ساعتم را تعمیر می کردم. هر دو خاموش شدند. چون روز شد مرد ساعتش را بگرفت و به بازار رفت. مرد ساعتش را با نرخ ناچیز بفروخت و به همسرش شانه خرید. و وقتی بیگاه به خانه برگشت دید که همسرش مویهایش را تراشیده است و فروخته است تا اینکه به شوهرش دسته ساعت بخرد. بگذار زنان و شوهران امروزه برای یکدیگر چنین مهربان و جانثار باشند.